بسیار خوب. خب قرار ما تو این سری آموزش ها لغاتی که برای ریدینگ آیلتس هستش از منبع معتبر یعنی کتاب های کمبریج ما این لغت ها رو یاد بگیریم داخل جمله، مترادفا و تلفظشون. چیزی که مسئله هست اینه که ما نمیتونیم دقیقا کتاب های خود کمبریج رو بذاریم، چون مسئله قانون کپی رایتش هستش، ولی این لغت کاملا از همین داخل همین کتاب ها کشیده شده بیرون و منتها داخل جملات متفاوت تر. این جملات هم که در واقع از چت جی بی تی گرفتم دیگه براتون. فقط اینجا من به نوعی گردآوری کردم که کارتون راحت تر باشه. میتونید پلی کنید تایمای پرتتون استفاده کنید. خب اولین لغتی که ما اینجا داریم خیلی معروفه، همه جا معمولا شنیدنش، کلمه abandon هستش. abandon. من براتون این کلمات رو اسپل میکنم که حالا اگر فقط دارین کنار گذاشتین و گوش میدین بتونین لغتاش رو تو ذهنتون تصور کنید. A B A N D O N. پس ببینید اینجا شد abandon. این جایی که بین د و ان تلفظ ا داره، حواستون باشه که او هستش، یه موقع ای استفاده نکنید. معنیاش چیه؟ معنیای رها کردن، ترک کردن و مترادفاش میشه leave و give up. حالا داخل جمله many animals were abandoned during the flood. بسیاری از حیوانات were abandoned یعنی رها شدند during طی flood. the flood طی سیل، یعنی رها شدن، کسی اینها رو نجات نداد، به این معنی هستش. خیلی خوب، بریم صفحه بعد. inevitable. inevitable. تکرار inevitable. I N E V I T A B L E. به معنی اجتناب ناپذیر. به این لغت رو من مثلا چیزی که تو ذهنم هست، اون قسمتی که کدوم بود شخصیت توی اونجرز، اون شخصیت بعد منفیه اسمش بود یه لحظه، اون تیکه‌ای که اون دستکش هر دستش میکنه میگه I am inevitable، من اجتناب ناپذیرم. این تو ذهنم میاد. لابد اسمش چی بود؟ یادم نمیاد. خیلی خوب، اگه یادتون اومد اون برام بنویسید تو کامنت ها. خب مترادفاش میشه unavoidable و certain. البته certain رو خیلی تو این جمله نمیشه، ولی unavoidable. Some level of environmental change is inevitable. مقدار تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر است.
مقداری تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر است. اینجا environment قشنگ نیفتاده، یه مقدار احساس میکنم که زیر این قایم شده. environmental. دقت کنین environmental که معنی محیطی هستش، اینجا این ان تلفظ نمیشه. بعدی emphasize. emphasize به معنی تأکید کردن و یا مترادفاش ببخشید به معنی تأیید کردن، تأکید کردن، مترادفاش stress, highlight. The study emphasizes the need for better planning. این مطالعه بر نیاز به برنامه‌ریزی بهتر تأکید می‌کند. یه چیز دقت کنیم توی این املای پلنینگ. پلن PLAN وقتی که جمع میشه حالت یه انی بهش گرفته، یه انی بهش اضافه میشه، میگم جمع به ING زمانی که قرار ختم بشه این n دابل میشه، یعنی یه n دیگه اضافه میکنی بهش. پس حواستون به این باشه. decline. decline به معنی کاهش یافتن. decline اینو توی خیلی بار چارت هایی که بخواین توی آزمون آیلتس استفاده کنین به کارتون میاد. decline D E C L I N E. خب decrease, reduce. The population of the species has ببخشید. The population of the species has declined sharply. میگه که جمعیت گونه ها has declined کاهش یافته sharply یعنی به صورت خیلی تیز، به صورت خیلی تند. sharp خودش به معنی تیز هست، sharply یعنی به صورت تیز و تند سقوط کرده. بعدی رو ببین. sustain S U S T A I N. باشید sustain S U S T A I N به معنی حفظ کردن، ادامه دادن. مترادفهاش maintain, support. The forest cannot sustain heavy logging. میگه که the forest اینجا اید هستش، F-O-R-E-S-T. The forest یعنی جنگل cannot نمیتونه حفظ کنه یا به نوعی تحمل کنه، ادامه بده به heavy logging، به قطع گسترده درخت ها. اینجا معنی تحمل کردن رو میده. تو داخل این جمله کلمه لاگینگ رو داریم L-O-G-G-I-N-G به معنی قطع درخت. خب بریم بعدی. compatible C-O-M-P-A-T-I-B-L-E به معنی سازگار.
مترادفاش میشه matching, suitable. مهم. The new software is compatible with the older computers. میگه که نرم افزار جدید سازگاره با کامپیوترهای قدیمی. allocate allocate به معنی اختصاص دادن. A double L O C A T E مترادفاش assign A double S I G N و distribute D I S T R I B U T E. More funds should be allocated to research. میگه بودجه بیشتری یعنی بودجه far more funds بودجه بیشتری باید be allocated اختصاص داده بشه به تحقیقات. imitate به معنی تقلید کردن. imitate I M I T A T E مترادف copy mimic. Children often imitate their parents' behavior. میگه که بچه ها اغلب تقلید میکنن رفتار والدینشون رو. overestimate به معنی فارسیشو خیلی من خودم درک نمی کنم. بیش برآورد کردن. حالا بریم داخل جمله بهتون میگم. ببینید مثلا زمانی که یه چیزی رو دست کم میگیرید خب برعکسش یعنی یه چیزی فکر کن خیلی خوب میتونین انجام بدید و در واقع این شکلی نیست، یعنی اون توانایی وجود نداره، حالت منفی داره. بریم اینجا توی جمله بهتون بگم people often overestimate their ability to multitask. مردم معمولا توانایی چند کار همزمان انجام دادن خود را بیش از حد برآورد میکنن. یعنی که فکر میکنن خیلی چند تا کار رو میتونن همزمان انجام بدن در حالتی که نمیتونن. پس جنبه منفی داره. مترادفاش exaggerate در واقع میشه به نوعی غلو کردن یا خیلی یه چیزی رو بزرگ کردن. یا overvalue به معنی ارزش بیش از اندازه به چیزی دادن. یعنی هم نقدر لغتش من چیزی تو فارسی به ذهنم نمیرسه که داشته باشیم. اگه شما به ذهنتون میرسه به من بگید. substantial S U B S T A N T I A L قابل توجه، زیاد. مترادفایی که خیلی احتمالاً بشنوید مثل significant و یا large. There has been a substantial increase in tourism. میگه
افزایش قابل توجهی در گردشگری رخ داده است. There has been a substantial increase in the tourism. حواستون باشه این یو اینجا تلفظ میشه tourism. لغت بکنم لغت آخر بود چون جلو نمیره. پس این شد 10 لغت ریدینگ آیلتسمون.